یه سفری هست که تقریباً همه ما آدمای یه جوری باهاش در ارتباطیم. میدونید به نظر یه فرایند کاملاً طبیعی میاد، اما واقعیت اینه که یکی از پیچیده‌ترین و راستش پرخطرترین سفرهای بیولوژیکیه که اصلاً وجود داره. راستش رو بخواید فقط یه فراینده که همه ما رو به هم وصل میکنه. همون سفر از لحظه لقاح تا تولد. ولی همونطور که قراره با هم ببینیم این مسیر خب همیشه صاف و هموار نیست. خب سوال اینجاست، چطور این سفر پرماجرا رو مدیریت میکنیم؟ جوابش ساده است، با یه نقشه راه. این کتاب راهنمای پزشکی که میبینید دقیقاً همون نقشه راهیه که دست پزشکاست. و بذارید بگم، این فقط یه کتاب درسی و خشک و خالی نیست، نه اصلاً. این چکیده کلی دانش و تجربه است که جمع شده تا این سفر یه پایان امن و امان داشته باشه. بیایم با هم یه ورق بزنیم و بریم داخلش. فقط یه نگاه به این فهرست مطالب بندازید. هر خطش یعنی یه چالش احتمالی، یه تصمیم فوق‌العاده حساس. میدونم شاید نگاه اول یکم آدم رو بترسونه، ولی نگران نباشید. ما قراره با هم چند تا از بخش‌های کلیدی این نقشه رو باز کنیم و ببینیم پزشکا دقیقاً چطوری ازش استفاده میکنن تا هم مادر و هم نوزاد در امان باشن. خب، سفرمون رو از همون نقطه شروع آغاز می‌کنیم. دقیقاً همون جایی که یکی از اولین و جدی‌ترین بحران‌ها میتونه اتفاق بیفته و نکتهش اینجاست که این اتفاق اغلب قبل از اینه که حتی بارداری به طور 100% تایید شده باشه. این خطر اسمش هست بارداری خارج رحمی. وضعیتی که یه اورژانس پزشکی محسوب میشه و میتونه زندگی مادر رو تهدید کنه. ببینید خیلی ساده است. تخمک بارور شده به جای اینکه توی محیط امن و آماده رحم لونه کنه، یه جای اشتباهی مستقر میشه، یه جایی که اصلاً و ابداً برای رشد یه جنین ساخته نشده. این تصویر به ما دید یه پزشک رو میده. برای یه پزشک جواب مثبت آزمایش بارداری فقط اول داستانه. سوال اصلی و حیاتی اینه، آیا بارداری در جای درست اتفاق افتاده؟ این نمودار دقیقاً بهشون نشون میده که باید دنبال چه جاهای احتمالی برای مشکل بگردن. و همونطور که میبینید لوله فالوب با بیش از 90% موارد شایع‌ترین مکانه. یعنی یه فضای فوق‌العاده کوچیک و ظریف برای یه زندگی که تازه داره شروع به رشد میکنه. خب، اینجاست که یکی از مهمترین بخش‌های پزشکی مدرن وارد بازی میشه. ارزیابی ریسک فاکتورها یا همون عوامل خطر. اینکه پزشک تاریخچه پزشکی بیمار رو بدونه برای پیشبینی بحران‌ها واقعاً حیاتیه. پس سوال اینه، چه چیزهایی واقعاً یه نفر رو بیشتر در معرض این خطر قرار میده؟ این راهنمای پزشکی کاری که میکنه اینه که داده‌های پیچیده رو به اطلاعاتی کاملاً شفاف و کاربردی تبدیل میکنه. مثلا پزشک با یه نگاه سریع به این جدول فوراً میفهمه که اگه کسی قبلاً سابقه بارداری خارج رحمی داشته، الان تو بالاترین سطح خطره و به مراقبت فوق‌العاده ویژه احتیاج داره. یا حتی استفاده از تکنولوژی‌های کمک باروری هم میتونه ریسک رو تا حدی بالا ببره. این اطلاعات به پزشک کمک میکنه تا برنامه مراقبتی رو برای هر بیمار شخصی سازی کنه. پس ببینین، این فقط یه لیست ساده نیست، یه ابزار واقعی برای مراقبت‌های پیشگیرانه و خب نجات جان آدما. خیلی خوب، بیایید یکم در زمان سفر کنیم و بریم به اواسط این مسیر، یعنی 3 ماهه دوم. تو این مرحله جنین حسابی بر حال رشده و نظارت روی وضعیتش خیلی حیاتی تر میشه. اما نکته جالب اینه که این نظارت همیشه هم به تکنولوژی‌های خیلی پیشرفته وابسته نیست. این تصویر یه چیز واقعاً جالبی رو به ما نشون میده. مانورای لئوپولد. ببینید تو دوره‌ای که ما سونوگرافی‌های 3 بعدی و 4 بعدی داریم، این یه تکنیک کلاسیکه که توش پزشک فقط با استفاده از دستاش موقعیت، اندازه و وضعیت کلی جنین رو تشخیص میده. این یه یادآوری خیلی قشنگه که پزشکی فقط علم خشک و خالی نیست، هنر لمس کردن هم هست. این 4 تا مانور وقتی کنار هم قرار میگیرن یه داستان کامل رو تعریف میکنن. پزشک با همین لمس‌های هدفمند میتونه بفهمه جنین تو چه وضعیتیه، سرش پایینه یا بالا، به کدوم سمت چرخیده و آیا اصلاً داره برای تولد آماده میشه یا نه. هر لمس مثل یه تیکه از پازله که سر جای خودش قرار میگیره و یه تصویر واضح از اتفاقی که اون داخل داره میفته میسازه.
اما این هوشیاری مداوم فقط به لمس کردن و بررسی موقعیت جنین خلاصه نمیشه. پزشکا همیشه حواسشون به علائم خطری هست که شاید اصلاً به چشم نیان، مثلا پرکلمسی. این یه عارضه جدیه که با فشار خون بالا خودشو نشون میده و میتونه هم برای مادر و هم برای نوزاد خیلی خطرناک باشه. برای همینه که این هوشیاری دائمی ستون اصلی مراقبت‌های دوران بارداریه. خب حالا میرسیم به بخش‌های پایانی سفر. اینجا تمام توجه ها میره به سمت یه ساختار فوق‌العاده حیاتی، جفت. این عضو شگفت‌انگیز در واقع شریان حیاتی نوزاده، خط ارتباطیش با مادر. اما گاهی وقتا خود همین شریان حیاتی میتونه منبع اصلی خطر بشه. 2 وضعیت اصلی هست که پزشک‌ها باید خیلی حواسشون بهش باشه. اولیش بهش میگن جفت سرراهی یا پلاسنتا پرویا. ببینین تو حالت عادی جفت یه جایی اون بالا یا کنار رحم قرار میگیره و اصلاً تو مسیر خروج نیست. اما تو حالت جفت سرراهی همونطور که از اسمش هم مشخصه، جفت اومده و راه رو بسته، دقیقاً روی دهانه رحم قرار گرفته. و این تصاویر تفاوت رو به شکل خیره کننده ای نشون میدن. سمت چپ رو ببینید، یه مسیر باز و کاملاً امن برای تولد. حالا سمت راست تصویری از همین کتاب راهنماست که جفت سرراهی رو نشون میده. اینجا همون رگ حیاتی که نوزاد رو زنده نگه داشته تبدیل شده به یه مانع خطرناک سر راه خروج. این وضعیت میتونه باعث خونریزی خیلی شدید بشه و معمولاً زایمان طبیعی رو غیر ممکن میکنه. مشکل احتمالی بعدی جدا شدن جفته. این یعنی چی؟ یعنی جفت که منبع اکسیژن و غذای نوزاده خیلی زودتر از موقع تولد از دیواره رحم کنده بشه. این یه وضعیت اورژانسی واقعیه که زندگی نوزاد رو در لحظه به خطر میندازه. این تصویر خیلی خوب نشون میده که چرا این وضعیت انقدر تشخیصش سخته. ببینید، این جدا شدن میتونه جزئی باشه یا کامل. اما خطرناکترین حالتش جدایی پنهانه. یعنی خونریزی اتفاق میفته ولی پشت جفت جمع میشه و هیچ خونریزی خارجی که بشه دید وجود نداره. دقیقاً اینجاست که مهارت و تجربه پزشک که به علائم دیگه تکیه کنه برای نجات جون مادر و نوزاد حرف اول و آخر رو میزنه. خب شاید فکر کنید با تولد نوزاد دیگه این سفر پزشکی هم به آخر خط رسیده. اما این کتاب راهنما یه فصل کامل دیگر رو به اتفاقات بعد از تولد اختصاص داده چون خطرها هنوز تموم نشدن. راستش رو بخواید یکی از بزرگترین خطرها برای مادر درست لحظاتی بعد از تولد نوزاد اتفاق میفته. این خطر خونریزی بعد از زایمانه که متاسفانه اصلی ترین عامل مرگ و میر مادران تو کل دنیاست. این تصویر واقعاً فوق‌العاده است چون جعب ابزار پزشک رو تو این وضعیت بحرانی به ما نشون میده. همه چیز با یه اقدام ساده شروع میشه، ماساژ رحم. اگه جواب نداد، مرحله بعد استفاده از داروهاست. و اگه خونریزی باز هم متوقف نشد، اقدامات جراحی مثل بستن شریان‌ها آخرین راه حله. این واقعاً یه مسابقه نفسگیر با زمانه و این راهنما به پزشکا کمک میکنه که تو این مسابقه برنده بشن. خب بعد از اینکه این چند تا مرحله حیاتی رو با هم دیدیم، بیایید یه قدم به عقب برگردیم و به کل این ماجرا فکر کنیم. چیزی که ما با هم دیدیم فقط یه بخش خیلی خیلی کوچیک از دانش عظیمی بود که تو این راهنما وجود داره. پس ببینید، این راهنما صرفاً یک کتاب نیست. این چکیده صدها سال دانش پزشکیه. نتیجه بی‌نهایت آزمایش و تجربه نسل‌های مختلف پزشکاست. تمام این خرد جمعی توی این صفحه‌ها فشرده شده. فقط برای اینکه یه فرایند طبیعی به امن‌ترین شکل ممکن به مقصد برسه. و این ما رو به یه سوال نهایی میرسونه. این راهنما بهترین دانش و درک ما در زمان حال رو نشون میده. اما به نظرتون با پیشرفت علم ژنتیک، هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های جدید پزشکی، فصل بعدی این کتاب چه شکلی خواهد بود؟ چه چالش‌های جدیدی رو پوشش میده و چه شگفتی‌های تازه‌ای رو برای تضمین امن‌ترین شروع ممکن برای زندگی تو خودش جا میده؟ این سوالیه که میشه بهش فکر کرد.